میخوای برای آیسبیلدینگ آلمان اقدام کنی ولی نمیدونی کدوم شهر بری؟ اینجا 6 تا شهر رو با ذکر دلیل بهت گفتم، پس گوش کن. شهر اول شهر زیبای اشتوتگارت که در جنوب آلمان، مرکز صنعتی اتومبیلرانی آلمانه که شرکت‌هایی مثل پورشه توی این شهر هستند. شهر بعدی شهر دوسلدورفه. این شهر بزرگ و قویه در زمینه مد و تبلیغات. شهر بعدی شهر کلنه. شهر کلن در آلمان معروف به شهر رسانه‌ای آلمان. شهر بعدی شهری نیست جز لایپزیگ. این شهر زیبا رو به رشد و در زمینه فنی و صنعتی بسیار قوی عمل کرده. شهر بعدی شهر درسدنه که بسیار در زمینه میکروالکترونیک قوی عمل کرده و شهر آخر شهری نیست جز هانوفر که بسیار در صنعت اتومبیلرانی قویه. اگر پیج ما بهت کمک میکنه و این پست برای کسی که میشناسی مناسبه، حتما دکمه سندو بزن، لایک و کامنت هم یادت نره. مرسی.